آدم تو هر شرایطی که هست باید سالم زندگی کنه، مثل قبیله منداری. درسته بعضی چیزا رو ندارن و از امکانات شهری هم محرومن، ولی اونقدرام دیگه بی دست و پا نیستن. مثلا به جای اینکه کلی هزینه خورد و خوراکشون کنن و در ما کلی پول برق و گاز و آب بدن که نصفش هم قطعه، رفتن یه 4 تا دونه گاو آوردن، راحت به خود کفایی رسیدن. نمونهش هم اینه که صبح به صبح پا میشن گاوا رو میبرن لب رودخونه، منبعشون رو کامل پر میکنن تا بتونن 24 ساعت ازش استفاده کنن. چون بالاخره اون آب ذخیره شده بعداً باید صرف شستشوی سر، دهان و دندان، دست و صورت و درست کردن غذا و چیزای دیگه بشه که بهتره همیشه در دسترس باشه، وگرنه واقعا سخته واسه یه دست شستن ساده بخوای بری تا لب رودخونه و برگردی. اینجوری راحت مخزنا رو پر می‌کنی، هر وقتم لازم داشتی دومو میدی بالا، کارتو انجام میدی، دوباره میدی پایین. یعنی شیر دستشویی ما انقدر تمیز کار نمی‌کنه، تازه تهش هم حوله داره میتونی خوش کنی. در کل اینا انقدر پیشرفتن که از فضولاتش هم به عنوان منبع گرمایشی استفاده می‌کنن. خاکسترش هم میمالن رو سر و صورت و بدنشون که یه موقع خدایی نکرده ناراحتی پوستی نگیرن. خلاصه دورریز ندارن. دمشون گرم. همراه ما باشید در وایس کرافت.